چی میگوید شما؟ گردو. گردو. خوش. همین خودش بهترین دارو. آره چیه دارو شده؟ یکمش انرژی. این زیر این شنید. قوتش بنا. این قوت کسری میگیره. قوت میبخش. این بار. خودش جدا میکنه. گاز. اوگلکسلات. این گاز میبره. اوگلکسلی گاز جدا که میکنه. خب کره ممکن نیست دیره. خود گردوش. لیکن میوهش. الان گوش کنید. از برگ سر میکنیم. برگ. از برگ این ما دارو تر میکنیم برای جوغه. برای خاطره نفس کردن. برگ گردو. کرمه های نصف میکنیم. ما برای دیابت هم میکنیم. برای دیابت هم. الان همون میوهش دوری بهش وری نمیکنید میخورید برای دیابت. برای خاطره نفس کردن. برای ذوب. پوچوک که به گرفته کرسین کتی دارو تر میکنن تدکم نومش. کسالای سرطان استفاده میشد. کسالای پوست. سریاس. دیگر چیزا استفاده میشه. پردش چرماز. من پرده چرماز درونش ما دارو تر کردیم برای ذوب. من این کس حاضر پتن گرفتگی پتن کاری علمی حساب میشد استفاده میشد. از یک خود با روغن چرماز استفاده میکنم. من بینید همین چرماز شکلی معنی سر داره. معنی سری انسان بودیم. مثلا ما هر روز 2 تا 3 تا چرماز میخورم. شما با نمیتیم برای خودم الهیده. و تز بونم. همچون دارو شما هم همینه یاد گیرید. 2 دانه 1 کیلوش خرید 1 بابا میرسه. همینه میخورید. برای این درباره چرماز اکن شما گپ زنید. هماله. گپ زنید با درباره باز علاوه آید چهارماز برادران ارجمند گوش کنید. علاوه درباره چهارماز اگر ریشه زیر زمینی همان رو گرفته در اول بهار بریده ریشه‌ش در اول بهار گرفته اون رو کمتر بریده یگان بکلاشکا یا یگان ظرف میمونی آبش میچکد آبی رنگی بنفشه دارد بنفشه اگر وای با آب شهدود با جایهای سفید شده موی سر بیماری موی سر قطرانی سیاه میشه یعنی برای سیاه کردن موی سر این چیز آورده شده است خب درمش اینجا خانم گفتن که مغز چهارماز که شکل ماینا دارد در حقیقت خداوند همین آفریده است که مثلا لوبیا شکل گرده دارد برای بیماری های گرده است مغز چهارماز شکل ماینا دارد برای اون ماینا است دانه که زردآلو شکل دیل دارد برای قلب است بعد من اینجا به یک گیاه دیگری داریم با نام زبان کتابتی بالدرغان و در بعضی لهجه ها با نام کروش بسیار کروش بله بسیار اهمیت خوب دارد برای اونها که فراموش خاطری دارد دویم تابش خیره هست خوب نیست باز طرفی منفی با زبان روسی من این کروش با زبان روسی برشویک هم так Света, вот смотри, это борщевик. کروش برای خاطری قوت کردن حافظه Вот это борщевик. Знаешь? احمد یختی دیگه دمانم من همین борщевик. بلند میشه. У нас пользуются. بله کروش است این باز در طرف منفیش رو هم به حساب گیرید Не сильно ядовитый. اگر شیری همینه گرفته زنها گوش کنید تو یک کس که برآمد کرد همه تا گوش کنید اگر زنها شیری همینه گرفته تمپون کند حیاتا فرزنددار نمیشود در بطنش فرزندی بودگی هم میافتد منوش هم باید به حساب گیرید اکنون نگاه کنید فرقیت این از شیر کمال یا که ونیوچی فرولو میگن که باید برعکس طرف تمام خاصیت های رطوبت ها رو برآوردن دارد خنکی‌های میگیرد این طرفی منفیش هست لیکن در اول بهار هم بینش مردم چیز میکنند برای آوازی خسته آدمی که آوازش هیری هست ناز نیست تازه کرده میخورن لذت خوبم دارد این یک معلوماتی مختصر درباره کروش یا بالدرغان با زبان روسی مرحمت بتویسا. البته